یک مرد بود صاحب دو فرزند و زنش باز حامله‌دار بود. مرد گمراه بود، عرقنوش بود، بیراه بود. یک روز به یک کوچه گذر میکند، یک معیوب را میبیند که در تنه دیوار لغزان ره گشته ایستاده است. آمده آن را خیلی اوسال میکند، تنقید میکند، در زمین ها خود را پرتافته آن را اوسال کردن میگیرد. آن معیوب به این مرد نگاه میکند و میگوید از من نه، از خدا ببینی. چند ماهی از بین میگذرد، زنش حامله‌دار بود و تولد میکند و پسرش معیوب به دنیا می آید. دست و پایش کار نمی کند، چشمانش هم نابینا بود. نام پسرش را سالم می گذارد، یعنی که سالم شود گفته. پسر بچه به وایه می رسد، یعنی 12 ساله می شود. و یک روز برادرش می گوید سالم جان، من امروز مکتب می روم، از مکتب که برگشتم تو را به نماز جمعه می برم. سالم انتظار شده ایستاده بود. دمی بردم از مادرش میپرسید مادر جان ساعت چند شد؟ مادرش گفت ساعت 10 شده است. چند مینوت گذشت و باز پرسید مادر جان ساعت چند شد؟ مادرش گفت آخی بچم چرا اینقدر ساعت را میپرسی؟ گفت برادرم به من وعده داد که من که از مکتب برگشتم تو را به نماز جمعه میبرم. همه لحظه پدرش در همان جا ششته بود. گفت ای سالم جان تو را من خدا به نماز جمعه میبرم. سالم به پدر گشته گفت ای پدر تو در حیات باری هم نماز نخوانده ای و این نماز هم نمیخوانی، چه خیل مرا با نماز جمعه میبری؟ پدر گفت من به تو وعده دادم، الحال تو را با نماز جمعه میبرم. خسته طهارت کردند، خوشبویی ها را زدند و لباس های تازه پوشیده به نماز جمعه راه شدند. پیش از رفتن جمعه سالم به پدرش گفت ای پدر جان قرآن را به من بده. پدرش گفت آخی سالم جان چشمان تو نابینا است، چه میکنی قرآن را؟ گفت میلش به من بده. وقتی که پدر قرآن را به سالم داد، سالم قرآن را به چشم نابینا چنان خوانده ایستاده است که آب از چشمان پدر جاری شد و گفت یا خدایا پسرم را معیوب آفریدی، یعنی که قدرت خودت هست، اما دلش را چنان پاک کرده ای، مهر قرآن را در دلش جای کرده ای که با چشم نابینا قرآن را چنان خوانده ایستاده است. پدر همان لحظه همه ای کارهایش را توبه می کند و به سوی الله باز می گردد. رفته نماز جمعه را می خوانند و پس می گردند به خانه و پدر صبح صادق به کار می رود، یک هفته در جای کار می ماند و به زنش چند بار زنگ میزند، میگوید که میخواهم با سالم جان صحبت کنم. میگوید سالم در دیگر جاست، سالم قرآن خوانده است، سالم خواب است، هر بانه میکوبد. پس از یک هفته پدر به خانه برگشتن میخواهد و از بازار خرید میکند و از همه تحفه دوست داشته ترین پسرش را میگیرد سالم را. تحفه ها را آورده به پسرانش تقسیم میکند. میگوید که سالم را فریاد کنید، من تحفه دوست داشته ترین او را خریدم. پسرانش با مادرش چنان گریه دارند. پسرانش گفتند پدر جان سالم از دنیا گذشت. پدر چنان غمگین می شود و ناله می کند، شکرانه می کند الله را که با سبب پسر معیوبش او هدایت یافت. دلالت قصه در آن است که کسی را مذاق مکنید که خود مذاق میگردی. در آخر گفتنی هستم الله مهربان هر یکی ما و شما را هدایت کند برای صراط المستقیم. در خاندان کل امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فیض را بریزاند و تاجیکستان ما را الله مهربان باز هم آبادتر و زیباتر بگرداند. دشمنان وطن را خال و ذلیل بگرداند. غریبان دور از وطن را با دست پر ساق و سلامت به وطن بر بگرداند. پدر و مادر هر یکی ما و شما را الله مهربان در تار سر ما نگهبان باشد. در حق کسی چی دعایی که میکنیم ملائکه ها در حق ما همان دعا را میکنند. کسی را دعای بد دادی ملائکه ها در حق همان دعای بد را میکنند و کسی را که دشنام میدهید اون دشنام به خودتان میرسد.
و دعا را در حق امید جان یوسف زاد فراموش نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.